به نام خدا. با یک آموزش ابتدایی با نرم افزار لاتک همراهتون هستم. با امیدوارم که بتونم توی این آموزش مطالب مفیدی رو بهتون منتقل بکنم. اول اینکه بگم حالا نرم افزار لاتک نرم افزاری هستش که به صورت تخصصی برای نگارش متون علمی مثل مقالات، پایان‌نامه ها یا گزارش های فنی استفاده میشه و توی مقطع تحصیلات تکمیلی در واقع خیلی کاربرد داره. و خب این در واقع حالا درس گیم میتونه در واقع یه فرصتی باشه واسه شما که به کمک این آموزش یک آشنایی ابتدایی داشته باشید با لاتک، با محیطش در واقع آشنا بشید، یه تعداد داکیومنت توش تولید کنید تا بتونید حالا با آموزش‌های بیشتر و تکمیلی برای نگارش پایان نامه یا انشالله در واقع انتشار مقالات ژورنالی کنفرانسی در واقع بتونید مهارتتون رو توی کار با لیتک در واقع افزایش بدید. بدون فوت وقت برم سراغ آموزش. اولین قسمتی که هست خب نصب نرم افزار مورد نیاز برای کار با لیتک هستش. ببینید خود در واقع لیتک پروژکت دو تا نرم افزار پایه رو در واقع توی سایتش معرفی میکنه به اسم میکتک یا تک لایف، که من میکتک رو پیشنهاد میدم که از همین هم استفاده میکنم. شما میتونید در واقع به سایت میکتک مراجعه کنید و اونو به صورت رایگان دانلود کنید. حجمش هم حدود 140 مگ هستش. بعدش یک ادیتور دیگه هم نیاز داریم. البته بگم خود فایل در واقع خود لیتک رایگانه و هیچ ادیتوری هم نیاز نداره، یعنی با شما با نوتپد هم میتونید فایلاشو ادیت بکنید. اما به خاطر یه سری کاربردها، یه سری ابزارهایی که ادیتورها در اختیار ما قرار میدن، ما از یک ادیتور استفاده میکنیم به اسم وین ایدیتی یا وین ادیت، که اینجا حالا توی سایت خودشون به صورت رایگان میتونید نسخه ترایلش رو دانلود کنید. اما اگر که بخواید کلا رجیستر کنید دیگه مشکلی نداشته باشید، میتونید از سایت صاف 98 سریال دانلودش هم بگیرید و به صورت پچ شده یا کرک شده استفاده بکنید. خب اول شما باید میکتک رو نصب بکنید و بعد وین ادیت رو نصب بکنید و اون تیکه که در واقع فایل های دات تک رو با وین ایدیتی باز کن رو هم باید در مسیر نصب انتخاب بکنید که حالا مسیر اصلا نصبش چیز سختی نیست، خودتون متوجه میشید. من فرض میکنم که شما نرم افزار رو نصب کردید و میخوام حالا اولین سند رو در محیط وین ادیتی در واقع ایجاد بکنم. وین ادیت یه همچین محیطی داره، یه محیط خیلی ساده است. برای اینکه چک کنیم که میکتک کنسول، یعنی در واقع میکتک با وین ادیت با هم دیگه مچ شدن و کانکت شدن، باید از میکتک کنسول استفاده بکنیم که در سربرگ تک هستش و اگر روی این گزینه کلیک بکنیم اینجا در واقع ما میگه This is میکتک کنسول و این نشون میده که میکتک که شامل تمام ابزارهای پایه لیتک هست که پکیج ها رو در اختیار داره، ابزارها رو داره، در واقع به درستی نصب شده و وین ادیت هم باهاش کانکت شده. این نشون میده که ما میتونیم کارمون رو شروع بکنیم. خب برای شروع کار من اولی توضیح بدم که ما واقعا تو این آموزش میخوایم چیکار بکنیم. آموزش خب خیلی عملی هستش و بیشتر برای نگارش تمرین هایی که در درس گیم دارید به دردتون میخوره و خب خود لیتک خیلی آموزش مفصلی نیاز داره. من حالا اینجا سعی میکنم خروجی که ما میخوایم بگیریم از ته این آموزش و انتظار دارم که شما هم ته این آموزش بتونید همچین چیزی رو تولید بکنید این هستش که یک نمونه واقعی یک گزارش تمرینی هستش، مثلا برای درس MPC که خودم نوشتم توی مثلا ترم قبلی، که این در واقع می‌بینید یک صفحه کاوری داره، یک فهرست مطالبی هست و ادامه در واقع خود گزارش تمرینه که متن هست، تصویر هست، معادلات هست و حتی جدول، نمودارهای مختلف و از این قبیل مواردی که شما توی گزارش تمرین یا پروژه دارید. برای شروع کار من وارد وین ادیت میشم، یک بریه ایجاد میکنم و اولین دستوری که در تمام داکیومنت های لیتک هست رو تایپ میکنم. اون هم داکیومنت کلاس هستش که داکیومنت کلاس که کلاس قالب کلی اون فایل رو در واقع تعیین میکنه. برای ما آرتیکل کفایت میکنه. ما روی آرتیکل کلیک میکنیم و بعد باید یک محیط ایجاد بکنیم برای نمایش چیزهایی که میخوایم بنویسیم. محیط در واقع با یک دستور بیگین شروع میشه و یک دستور اند تموم میشه و چیزهایی که بین اون محیط قرار میگیرن در واقع چیزهایی هستن که نمایش داده میشن.
اصلی ترین محیطی که ما در محیط لیتک داریم محیط داکیومنت هستش که به این شکل تعریفش میکنیم. یک بگین میزنیم، اینجا بنویسیم داکیومنت و این خودش با خاصیت اوتو کامپلیت خودش اند رو هم برای ما تایپ میکنه. ولی اگر یک سری دستورات داخل خود ویندی تعریف نشده بود، شما حتما باید خودتون اند رو اضافه بکنید و اینا خطا میگیره. خب ما حالا طبق سنت هلو ورلد رو پرینت میکنیم. برای این کار در واقع بعد از اینکه ما این رو تایپ کردیم، اینجا حالا یک گزینه‌ای داره. من چون قبلا روی زیلاتک کامپایل گرفتم، روی این گزینه ست شده. اما شما وقتی که نرم افزار رو اول باز کنید، رو پی دی اف تکسیفای است. اینا ورژن‌های مختلف کامپایلرهای لیتک هستن که هر کدوم کاربرد خودشونو دارن. برای این کاری که ما در واقع می‌خوایم انجام بدیم، پی دی اف تکسیفای که واسه دیفالت تنظیم شده کفایت میکنه. اگر شما روی این گزینه کلیک بکنید، این از شما میخواد که نرم افزار اول یک آدرسی بدید برای ذخیره این فایل. یعنی باید حتما یه جایی رو تعیین بکنید. من پیشنهاد میکنم حتما توی یک فولدر جداگانه در واقع این کار رو انجام بدید. حالا من اینجا مثلا هلو رو میزنم، وارد فولدر که شدم، اینجا هم اسم فایلمو مینویسم و فرمتش هم .tk هست. یک سری فایل های دیگه هم در واقع به صورت الحاقی داخل این فولدر ایجاد میشه بعد از هر کامپایل کردن. رو بهتون نشون میدم. اینو ما سیو بکنیم، این شروع میکنه کامپایل کردن. اگر هیچ اروری دریافت نکنیم، به ما نشون میده خروجی کارو که در واقع خودش میبینید فونت رو تنظیم کرده، فاصله از بغل و همه چی بر اساس اون قالبی که داریم. حالا بخوام فایل رو بهتون نشون بدم، در واقع به این صورت هستش. میبینید که یک سری فایل های جانبی هم وجود داره توش که حالا هر کدومشون علت خودشون هم. فایل اصلی hello.tk هست و خروجی هم که hello.pdf هست که ما اینجا میتونیم در واقع داشته باشیم. یعنی نیاز نیست شما یک دور دیگه اکسپورت کنید، همون pdf تکستی فایلی که میزنید خودش روی این ریرایت میکنه هر سری. این حالا میبندیم و میخوایم ادامه کار رو بریم. یه گزینه هم حالا اینجا هست تو این تولبار، بخوام بهتون نمایش بدم. این پی دی اف پریویو هست. حالا هر موقع شما اینو بزنید، این پیش نمایش پی دی افی که دارید رو بهتون نمایش میده. حالا من میخوام برم متن فارسی تایپ بکنم داخل لیتک. ببینید لیتک به صورت پایه انگلیسی هستش و اگر ما بخوایم از متن فارسی استفاده بکنیم، باید پکیج روش نصب بکنیم. پکیجی که در واقع ما باید نصب بکنیم زیپرشین هستش و به این صورت نصب میشه. یوز پکیج رو میزنیم و بعد اسم در واقع پکیج رو اینجا هم مینویسیم سلام دنیا و حتما برای زبان فارسی باید کامپایلر رو بذارید روی زیلاتک. حالا اگر این کار رو بکنید، احتمالاً یک ارور دیگه هم دریافت میکنیم. ما میبینید که حالا می‌خواستم بهتون نشون بدم اگر ارور دریافت کنید در واقع به چه صورتی هستش. اینجا مثلا میگه من توی خط 5 در واقع به ارور خوردم. حالا میتونید ببینید چیه. علتش اینه که ما باید وقتی که پکیج زیپرشین استفاده می‌کنیم، حتما فونتی که می‌خوایم استفاده کنین هم مشخص کنیم. فونت رو چجوری مشخص می‌کنیم؟ با دستور set text font. که حالا من بی‌نازنین رو انتخاب می‌کنم که فونت در واقع مرجع هست برای متون علمی فارسی و پایان نامه استفاده میشه. و حالا اگر که در واقع کامپایل بکنم، میبینید که خودش سلام دنیا رو برای من پرینت کرده. حالا میتونید مثلا فونت های دیگه هم استفاده بکنید، فقط حتما فونت ها باید نصب باشن. حالا هر فونتی که میخواید استفاده بکنید باید روی سیستمتون حتما فونت رو ریخته باشید که ما یه سری فونت ها رو در اختیارتون قرار میدن. خب این از اولین خروجی ما. حالا میخوایم بریم صفحه کاور رو ایجاد بکنیم. یک سربرگ جدید درست میکنم. دوباره حالا همین دستوراتی که داریم رو میذارم. اینم به بی‌نازنین برمیگردونم و حالا برای طراحی صفحه کاور ما دو مدل میتونیم صفحه کاورمون رو طراحی بکنیم. یکی اینکه راه اولش اینه که از دستورات اصلی خود لیتک استفاده کنیم. لیتک اومده برای یه سری دستورات مثل تایتل یا عنوان، مثلا چی؟ پاسخه
تمرین سری اول درس نظریه بازی ها و نویسنده. مثلا چی؟ محمد مهدی قربانی. و تاریخ اسفند 1402. اومده یه سری دستورات در واقع خودش تعیین کرده. حالا چیزی بهتون بگم، اگه اینو تو همین حالت شما بنویسید این چیزی به شما نمایش نمیده. بذار من اونجا بنویسم کاور. میبینید هیچ پریویوی نداره. برای اینکه اینا رو نمایش بده باید یک دستور میک تایتل هم بزنیم. حالا میک تایتل رو بزنیم میبینید که خودش اومده بر اساس قالبی که واسش تعیین کردن عنوان رو بزرگتر زده، نام نویسنده رو کوچیک‌تر زده و بعد تاریخ رو کوچیک‌تر زده. حالا اگه ما بخوایم یه سری چیزای دیگه اضافه بکنیم به این، مثل چی؟ مثل شماره دانشجویی. من اینجا دیگه از این دستورات استفاده میکنم، خیلی راحت می‌نویسم شماره دانشجویی. حالا اینم مثلا بخوام پایین بیفته یه چیزی میخوام بهتون نشون بدم. و استاد درس دکتر امیرحسین نیکوفر. اگه اینو خروجی بگیریم میبینید که حالا چند تا مورد توش هستش. اولین موردی که هست اینه که اینا چرا راست چینن. دومین مورد اینه که چرا ما اینتر زدیم این پایین نیومد. و سوم اینه که اینا چرا انقدر نزدیک به هم. ببین اینا وقتی که در واقع شما دیگه از این قالب از این ساختار استفاده نمی‌کنید با این مثل متن معمولی انتخاب در واقع رفتار میکنه. حالا اگه بخوایم مثلا مشکل راستچینش رو حل بکنیم، بخوایم اینو وسط چین کنیم، باید چیکار بکنیم؟ میایم اینجا یک انوایرمنت دیگه داخل داکیومنت تعیین میکنیم به اسم begin center و اون متنی که میخوایم رو داخلش قرار میدیم. میبینید که اینو در واقع وسط چین کرد. حالا چرا این پایین نیفتاده؟ برای اینکه در واقع بهتون نشون بدم، ببینید اینتر زدن توی محیط لیتک به صورت تکیج تأثیری نداره. اگر که شما بخواید یه چیزی بره سطر بعدی یا باید 2 تا اینتر بزنید یا باید از 2 تا بک اسلش استفاده کنید. حالا من جفتش استفاده میکنم که متوجهش بشید. الان اگر خروجی رو ببینیم میبینید که هم در واقع شماره اومده خط بعدی، هم اسم استاد درس. حالا اگر بخوایم فاصله بین اینها رو زیاد کنیم، دوباره 2 تا دستور میتونیم استفاده بکنیم. یکی دستوری هست که برای سراسر محتوا استفاده میشه که توی این قسمتی که در واقع گلوبال کامنت های ما هستن قبل از تعریف محیط باید اینا رو تعریف کنیم. مثل همین فونتی که تعیین کردیم. این دستور لاین اسپریت هستش. من اینجا بیارمش که اینجا فقط کافیه حالا یک عددی مثلا تعریف بکنم. مثلا اینو میذارم روی 1.5. اینو اگر میبینید که این فاصله به صورت کلی در واقع تغییر کرده. حالا برای اینکه ما این تغییرات رو بهتر متوجه بشیم من اینا رو میذارم این بغل که تغییراتی که میدم بهتر باشه. من بذارم روی 3. میبینید که فاصله ها رو به صورت کلی برای تمام محتوا تغییر داد. حالا ما اگر که بخوایم فقط برای این یه تیکه یک فاصله تعیین بکنیم از یه دستور دیگه ای باید استفاده بکنیم. اول اینکه حالا بخوام اینو غیر فعال بکنم این دستور رو ولی پاکش نکنم، مثل همه زبان برنامه‌نویسی باید کامنتش بکنم که کامنت هیچ تأثیری در اجرا نداره. دستوری که برای کامنت استفاده میشه درصد هستش. اگر ما این رو دوباره کامپایل بکنیم اینو نمیخونه و اینو به حالت دیفالت خودش برمیگردم. حالا بخوام این وسط یک فاصله ایجاد بکنم بیشتر از 2 تا اینتر، بازم حالا تأثیر نشه، فقط روی سطر بعدی رفتن تأثیر میده. یعنی هر چند تا شما اینتر بزنید این نهایتا مثلا اینو ببره روی سطر بعدی، فاصله ای نمیندازه. یعنی با خیال راحت هر چند تا
اینتر که بخواید برای مرتب تر شدن میتونید استفاده بکنید. دستوری که باید استفاده کنیم دستور v space هستش، یعنی vertical space، و اینجا هم حالا یه چیزی بر حسب میلیمتر می نویسیم، مثلا 10 میلیمتر که اینجا بنویسیم میبینید که یک فاصله اینجا انداخت. حالا اگر بخوایم یک فاصله افقی ایجاد بکنیم درون متن، اینو در واقع میذاریم بالاتر و این رو h space در واقع میزنیم و اینو مینویسیم 10 میلیمتر. حالا میبینید توی یه خط میافتن با یه فاصله 10 میلیمتر. اینجوری شما میتونید با این متن در واقع بازی بکنید. حالا اگر بخوایم فونت محتوامون رو بزرگتر بکنیم، مثلا این پاسخ تمرین، اگر بخوایم کل فونت محتوامون رو به صورت کلی زیاد بکنیم، باید تو اون قسمتی که ست تکست فونت رو زدیم یک براکت بزنیم و اینجا توی حالا آپشن یک اسکیلی در واقع تعریف بکنیم. حالا مثلا من چند میذارم؟ مثلا میذارم 1 و 2 بذارم. این فونت کل محتوا رو در واقع افزایش میده. اما اگر فقط بخوایم یه قسمت خاصی رو بزرگتر بکنیم، مثلا چی؟ مثلا دکتر امیرحسین نیکوفر رو میخوایم بزرگترش بکنیم، اینجا باید از یه دستور دیگه، سه دستورات دیگه استفاده بکنیم. دستوری که استفاده میکنیم دستور هیوج هستش که من اینجا به این سبک مینویسمش. و اینو بزرگتر نوشت. حالا یه سری دستورات دیگه هم هست، مثلا جای هیوج از لارج، اسمال یا تاینی. مثلا اینو اگر بخوایم ما شماره دانشجویی مثلا این رو فقط بزرگ بکنیم، این شماره رو مثلا فقط بنویسیم، فقط این رو در واقع برای ما بزرگتر نمایش میده. اگر بخوایم شماره دانشجویی رو بولد بکنیم، حالا بگم از این ابزارها بخوایم ابزارهای خود وین ادیت استفاده بکنیم، شماره دانشجویی میگیرید، روی این امفاسایزی که نوشته روی بولد کلیک میکنیم، این خودش دستور رو واسه ما ایجاد میکنه و بعد حالا اینو به صورت بولد نمایش میده. و به این صورت شما میتونید صفحه کاورتون رو هر طبق سلیقه خودتون بچینید. فقط یه چیزی که هست اینه که معمولا مثلا تاریخ رو پایین میزنن و اگر شما بخواید این روند رو تغییر بدید نمیتونید از این دستورات استفاده بکنید. اگر شما این چیزی این وسط بنویسید این رو در واقع تاثیر نمیده. میبینید فقط سلام رو نوشت به خاطر اینکه از این دستور میک تایتل دارید استفاده میکنید. و حتما اگر که میخواید به اون سبکی که خودتون میخواید نمایش داده بشه، باید مثل همین چیزی که من به صورت متن نوشتم شما هم به صورت متن تعیین کنید و از این دستورات استفاده کنید. تمام دستورات مورد نیازم بهتون داده شد. حالا ما میخوایم مثلا اینجا یک لوگویی هم قرار بدیم. برای در واقع لوگو که یک جور فایل تصویری هسته، شما دوباره باید از یک پکیج استفاده بکنید که پکیج اسمش گرافیکیکس هستش و من حالا اینجا باید تعریفش بکنم. و بعد حالا میام اینجا توی اون داکیومنتی که تعریف کردم، حالا یه چیزی هم بهتون نشون بدم. اگه الان خارج از این داکیومنت چیزی بنویسم، اصلا به ما اینو نمایش نمیده، یعنی فقط چیزی که تو داکیومنت باشه رو به ما نمایش میده. من فقط می‌خواستم بهتون نشون بدم. بعد حالا اینجا ما می‌خوایم عکس اضافه بکنیم. عکس رو اینجا خودش در واقع دستورش رو داره. اینجا اگه بزنید روی فیگر خودش دستورش رو میاره و شما فقط کافیه این رو پر بکنید. تگ سنترینگ رو گذاشته، کپشن و لیبل هم گذاشته که توضیح میدم چی. اینجا یک اینکلود گرافیک گذاشته که من حالا اینجا مثلا لوگویی که میخوام بذارم آدرسش رو باید اینجا بذارم. یه سری فایل در اختیارتون میذارم بعداً، مثلا لوگوی دانشگاه، اینو باید کنترل سی کنید شما بذارید تو اون جایی که دارید کامپایل میگیرید، یعنی توی اون روت باید باشه. بعد اسم فایل رو به همراه پسوندش کپی میکنید و اینجا قرار میدید.
و اینجا هم به جای حالا وید من پیشنهاد میدم از دستور اسکیل در واقع استفاده بکنید و اینو مثلا روی کنیم خیلی بزرگ میشه، روی نیم بذارید. کپشن و لیبل هم این عکس نیاز نداره، برای عکس‌های بعدی بهتون در واقع توضیح میدم که حالا عکس داخل متن هستش. اینجا اگر شما کامپایل بکنید میبینید که خودش عکس رو در واقع میندازه. حالا شما میتونید این سایزش رو روی هر اندازه‌ای که خودتون بخواید تنظیم بکنید. خب این برای صفحه کاور کفایت میکنه و حالا اگر تغییراتی نیاز داشته باشه خودتون میتونید اعمال کنید. ما میخوایم بریم وارد صفحه بعدی بشیم و سایر موارد رو بنویسیم که من حالا اینجا کاری که باید بکنم اینه که بعد از حالا این سنتری که تعریف بکنم از دستور نیو پیج استفاده بکنم یا پیج بریک و وارد صفحه جدید بشم. توی صفحه جدید ما دوباره یک مثلا بسم الله الرحمن الرحیم داریم. اینجا دوباره همین کار رو انجام میدم، میام اینجا یه اسکیل میذارم، اینم مثلا میذارم 5 و حالا اون فایلی که میخوام رو میذارم برای بالای فهرست مطالبم. دوباره همون کاری که انجام دادم رو تکرار میکنم. اینو توی صفحه جدید خودش در واقع این عکسی که ما گذاشتیم رو ایجاد کرد. حالا میخوام فهرست مطالب بزنم. فهرست مطالب خیلی راحته، شما اینجا فقط کافی بنویسید table of contents که حالا چون ما هیچ الان بخشی تعریف نکردیم احتمالاً چیزی به ما نمایش داده نشون نمیده، فقط عنوانش رو آورد. حالا تو صفحات بعدی که سکشن و این رو بیاریم خودش کم کم این رو آپدیت میکنه. فقط بعضی وقتا باید چندین بار کامپایل بگیرید تا شماره های بخش ها درست بشه، فهرست مطالب در واقع به درستی آپدیت بشه. فقط اینجا حالا اشتباهی کردیم، این باید خارج از end of figure باشه. میبینید دیگه سنترینگ نیست و میبینید که خودش کاملا همه چی رو تنظیم میکنه. و اگر اشتباهی باشه از سمت ما قطعا، چون این نرم افزار حدود 40 ساله داره دیولپ میشه و خطا توش خیلی کمه. توی صفحه جدید من دوباره یک نیو پیج میزنم و میخوام بخش های مختلف رو ایجاد بکنم. مثلا بخش چجوریه؟ شما یک سکشنی دارید که اینجوری تعریف میشه به اسم سوال اول. حالا این سوال اول میتونه چند تا بخش داشته باشه که زیر بخشش رو با ساب سکشن در واقع تعیین میکنم. مثلا چی؟ حل تحلیلی، قسمت اول سوال، یا ساب سکشن دیگه ای به اسم حل نرم افزار. حالا من اینا رو اگر کامپایل بکنم این الان با یک بار کامپایل نیومد ولی اینجا ایجاد کرده واسه من. حالا باید 2 بار کامپایل بگیرم که داخل تیبل اف کانتنت هم ایجاد بشه. میبینید که خودش صفحه گذاری میکنه، خودش شماره گذاری میکنه و شما اصلا درگیر این چیزا نیست. برعکس نرم افزار ورد که اگر حالا مثلا میگم شما یک سکشن دیگه این وسط ایجاد بکنید، اونایی که تجربه کار با ورد رو دارم متوجه میشم من چی میگم که چقدر میتونه اذیت بکنه آدمو. اینجا اگر در واقع پی دی اف پریویو بزنید میبینید که خودش داره عدد گذاری ها رو انجام میده. حالا اگر دوباره توی حل تحلیلی مثلا ما این خودش چند تا قسمت باشه، اینجا دوباره ساب سکشن رو داریم، یعنی زیر بخش اول. این دوباره اینا رو خودش داره شماره گذاری میکنه و شما اصلا درگیر این موضوع نیست. حالا مثلا توی قسمت اول من میخوام یه سری متن بنویسم با توجه به معادلات داده شده در صورت سوال
سیستم زیر را در نظر میگیریم. یه ما این متن کافیه همینجا تو این قسمت سکشن بنویسیم، خودش اینور ایجاد میکنه. من حالا میخوام توی نوشتن متن انگلیسی رو بهتون نمایش بدم. ببینید متن انگلیسی در واقع به دو حالت نوشته میشه داخل محیط فارسی، که حالا ما وقتی که از زیپرشن استفاده میکنیم دیگه سویچ میکنیم روی فارسی. دو حالت هستش. یه موقع هست این که شما یک کلمه ای رو وسط یک متن فارسی میخواید نشون بدید، مثلا سیستم میخوام این رو نمایش بدم. اینو چجوری نمایش میدم؟ این که چون به صورت خودش چپ چینه، من گفتم اینتر تأثیری نداره دیگه. من میام تا اینجایی که حالا مثلا فارسی هستش تا صورت سوال یه اینتر میزنم، این خط رو جدا میکنم، اینجا مینویسم /LR، اون کلمه ای که میخوام رو انگلیسی مینویسم و میبینید که خودش در واقع این کلمه رو ما نمایش میده. حالا یه قسمتی هست شما میخواید یک پاراگراف انگلیسی داشته باشید، یا مثلا یه جدولی گذاشتید که توش متن انگلیسیه، یا یک باکس کدی دارید که توش متن انگلیسی، هر نوع متن انگلیسی که این به صورت پاراگرافه میخواید نمایشش بدید، از یه دستوری استفاده میکنید به اسم begin latin و end latin. تو اینجا هر محتوایی که بخواید رو می نویسید. اینجا دو تا بک اسلش میزنم که یعنی بیاید خط جدید میبینید خودش چپچین میکنه. این هم برای محتوای انگلیسی هستش. حالا اگر بخوایم توی اینجا یک عکس از اون سیستمی که داشتیم رو وارد بکنیم و حالا یک کپشن بزنیم و لیبل گذاری کنیم، که اینجا هم اولین لیبل رو بزنیم که ببینید به چه صورتی هستش. من اینجا در واقع از همون دستور فیگری که این بالا هست استفاده میکنم و اون حالا عکسی که مد نظر من هستش در واقع این عکس هست که این رو کپی میکنم و آدرسش رو اینجا مینویسم. اینجا در واقع دوباره اسکیل رو روی نیم قرار میدم و کپشن میزنم شماتیک سیستم در محیط سیمولینک. اینجا هم که بخوام لیبل بزنم، برای اینکه اون نظم حفظ بشه اینجا میزنم فیگ دات، یعنی فیگر هم نزنید مهم نیست، اینجا فقط باید یه اسم بنویسید، حتی میتونید فارسی بنویسید، این رو میتونید بنویسید شک، یا تو فیگ بنویسم بهتره. اینجا مثلا میتونید بنویسید سیمولینک در واقع سوال اول، که اینو اگر ما کامپایل بکنیم میبینید که عکس رو برای ما انداخت و خودش شماره گذاری کرد، ولی عکس اون جایی که ما میخوایم نیفتاده، یعنی خودش یه عکس رو یه جایی انداخته. واسه اینکه اون جایی که ما میخوایم بیفته باید اینجا از این دستور استفاده بکنیم که اچ نماد هیر یا اینجا هست، یعنی دقیقا همینجا بنداز عکس رو، که میشه همون جایی که فراخوانیش کردی. حالا اگر بخوایم درون متن ارجاع بدیم به این عکسی که داریم باید چجوری عمل کنیم؟ اونجا متنی که میخوایم بنویسیم مثلا شماتیک سیستم در میخوایم بگیم مثلا شکل 1، چون میایم یه خط پایین‌تر دوباره میزنیم رف، اینجا رف رو که بزنید لیست لیبلایی که تعریف کرده میاره. حالا دلیلی که من گفتم اون فیگ رو بزنید اینه که وقتی تعداد مختلفی لیبل تعریف کنید، تعداد زیادی، یک عالمه معادله، جدول، عکس، اگر همه عکس‌ها رو با فیگ زده باشید تمام در واقع عکساتون پشت هم دیگه میاد و حالا جدا میشن از معادلاتی که هستش. این به نظمش کمک میکنه. اینجا اگر بزنید فیگ نشان داده شده است، یک بار کامپایل میگیریم،
اینجا میبینید که حالا خودش مثلا فقط عددش رو گذاشته. اینجا باید در واقع شما شکل رو هم بنویسید. یعنی شما اصلا با عدد درگیر نیستید، شما فقط اون لیبلی که تعریف کردید. حالا یه عکسی اگر اینجا اضافه بشه در واقع عین همین، فقط اینجا جاش یه عکس دیگه هم باشه. اینجاش به معادلات سیستم در محیط سیمولینک فقط بنویسم معادلات دینامیکی سیستم. این لیبل هم بزنم داینامیکس. این رو در واقع گذاشتیم. حالا این چون حالا بزرگ بوده رفته صفحه بعد، اینم باید کوچیک کنیم و اینا رو در واقع پشت هم دیگه گذاشته. حالا میتونیم اینجا بزنیم شماتیک سیستم در شکل فلان و معادلات دینامیکی سیستم در شکل این سری. اون یکی گزینه رو انتخاب میکنیم، کامپایل میگیریم و ببینید خودش در واقع بر اساس لیبلی که تعریف کردیم داره شماره گذاری ها رو انجام میده و این خب خیلی خوبه. عکسی کم و زیاد بشه ما به هیچ مشکلی بر نمیخوریم. حالا میخوایم معادلات ریاضی تعیین بکنیم. میایم مثلا توی حل تحلیلی، توی همین مثلا بخش اول معادلات ریاضی هم به 3 صورت ما میتونیم تعریف بکنیم. معادلات ریاضی یا وسط متن میان، مثلا چی؟ با توجه به اینکه به عنوان مثال x برابر 2، اینی که میخوایم بنویسیم ما باید بین دو تا دلار ساین بذاریم. x مساوی 2. معادله را حل میکنیم. اینو اگر ما کامپایل بگیریم میبینید که این معادله رو در واقع وسط جمله واسه ما میذاره. حالا یه قابلیت خوبی که پی دی اف پریویو داره، اگر 2 بار اینجا کلیک بکنید این میگه در واقع کدوم خط هستش که برای بخواید ادیت انجام بدید. خیلی با ما کمک میکنه. یه حالت دیگه هست، اینی که شما میخواید یک معادله رو توی سطر جداگونه بخوایم بنویسیم. به چه صورت عمل میکنیم؟ اینجا معادله رو بین در واقع دو تا دلار ساین قرار میدیم که حالا یا اینجوری مینویسیم یا اینجوری، فرقی نمیکنه. فقط مهم اینه که کل معادله‌ای که ما مینویسیم و توی یه خط مینویسه برای ما. حالا اینجا از یه ابزاری که این در واقع ویندیت داره میتونیم استفاده بکنیم و اون هم چی هستش؟ من اینجا اگر پیدا کنم این تک سیمبولز هست که اگر شما بزنید کل معادلات ریاضی که مورد نیاز شما هست از الف با تا عملیات‌های ریاضی رو برای شما میاره و این خب خیلی کمک میکنه بهتون. چرا؟ مثلا شما میخواید بنویسید مثلا آرک تانژانت، میبینید که از همچین دستوری باید استفاده بکنید. وقتی یه سری سیمبول ها رو بخواید استفاده کنید مثل بی‌نهایت، اینا دستور داره و از این دستورها باید استفاده کنید. یا میتونید از این تول باکسی که اینجا خودش در اختیار ما گذاشته استفاده کنیم. یا سایت دیگه هم من در واقع معرفی میکنم بهتون که این سایت در واقع مس هستش و این خب پیریویو داره. این هم در واقع اکثر گزینه ها رو داره. مثلا اینجا شما میخواید یک دو ضابطه ای تعریف کنید، میبینید که خودش این رو مینویسه. هر تغییری هم که شما بدید اینجا میاره براتون و اینو کپی میکنید میارید بین این چیزی که هست قرار میدید.
اینجا باید از پکیج AS AMS مس استفاده بکنیم تا این رو نشون بدیم. اینه که در واقع یه سری معادلات ریاضی ساده رو میتونید بدون پکیج انجام بدید، ولی برای یه سری معادلات ریاضی دیگه باید حتما از این پکیج استفاده بکنید. یه حالت دیگه ای هم هستش، اینه که معادلات ریاضی ما عدد داشته باشن، که اون دوباره باید یک environment تعیین بکنیم ما به اسم equation، که حالا اینجا میبینید دیگه ما کپشن نداریم، فقط لیبل رو داریم و اون چیزی که میخوایم رو مینویسیم و لیبل مثلا میزنیم این سری EQ داد مثلا QA1 اینو میزنیم و این خودش در واقع برای ما شماره گذاری رو انجام میده و میتونیم مثل همون روال قبلی اون ارجاع رو بکنیم. معادله اینجا میبینید که الان EQ رو آورده، نمایانگر خواست مسئله است و میبینید این رو در واقع به ما داره نمایش میده. این هم برای معادلات ریاضی. حالا میتونیم جدول رو ایجاد بکنیم. جدول کلا یکم توی لیتک کار با جدول سخت هستش. من پیشنهاد میکنم حتما از ابزار آنلاین تیبل جنریتور استفاده بکنید. اینجا خیلی راحته، شما میاد توی نیو تیبل، اینجا چیزی که میخواید رو میزنید، مثلا تعداد سطرها و تعداد ستونها 3x3 باشه. اینجا حالا مثلا میزنید numbers، من انگلیسی بزنم یه چیز دیگه هم بهتون نشون بدم. اینجا مثلا میذارید 1 2، اینجا مثلا میذارید samples، مثلا بزنید simulations، یه عدد دیگه. اینجا جنریت رو میزنید، خودش کد رو به شما میده. اینجا حالا کافی حالا کپی تو کلیپ بورد رو بزنید یا اینجا این کد رو انتخاب بکنید و بعد اینجا تیبل بزنید. اینم دوباره همین دستور هیر رو میزنید و این رو برای شما ایجاد میکنه. چرا اینجوری ایجاد کرد؟ نخون، به خاطر اینکه ما داریم درون محیط فارسی متن انگلیسی میذاریم. اینجا اونجایی که باید دوباره از بیگین لاتین و اند لاتین استفاده بکنیم، وگرنه با متن ما به صورت فارسی برخورد کنه و چون حروف انگلیسی تعریف نشده است در این فونت، این رو در واقع نمیشناسه. من میبینید که این در واقع خودش برای ما آورد. حالا اگر بخوایم این رو دوباره وسط چین بکنیم، سنتر یا دستور سنترینگ رو باید استفاده بکنیم. این رو آورد وسط. حالا الان میبینید مثلا رنگی نداره. ما اگر بخوایم در واقع بوردر بدیم بهش یا یه سری مثلا این ردیف اول که هدرها هستن و بخوایم یه شیدی بخوایم بهش بدیم، مثلا این رنگی باشه، این دوتا یکم مثلا تیره تر باشن، اینو که جنریت بکنیم میگه آقا حتما باید این پکیج رو استفاده کنید. یعنی خودش داره به ما میگه که این پکیج رو باید حتما استفاده بکنید و بعد بیایید در واقع کد رو بذارید. ما هم به حرفش گوش میدیم و این پکیجی که خودش در واقع ارائه داده رو استفاده میکنیم و حالا جای اون تیبلی که ما داشتیم ما میتونیم فقط تبیولارش رو در واقع استفاده بکنیم.
بقیه چیزایی که هست مثل سنترینگ و اینا رو دست بهشون نمیزنیم. خودش رنگا و همه رو تنظیم کرده و این همون چیزی که ما میخوایم و داره ما نمایش میده. حالا ما میخوایم مثلا کپشن و لیبل بزنیم برای این جدول. اینجا میزنیم در واقع کپشن، جدول نمونه ها و شبیه سازی ها و لیبل مثلا تب داد Q1. اگر ما کپشن و لیبل رو بذاریم میبینیم که نمایش نمیده واسه ما. چرا؟ چون ما این بیگین لاتین و اند لاتین رو اینجا قرار دادیم. راهش اینه که این بیگین لاتین و اند لاتین رو فقط برای تیبل قرار بدیم و کپشن و لیبل رو از این دستور خارج بکنیم. و اگر این کار رو انجام بدیم میبینید که خودش در واقع فقط محتوای داخل این تیبل که داخل تبیولار هستش رو انگلیسی داره نمایش میده و سایر چیزایی که هست رو در واقع مثل شماره جدول و همه این چیزا رو داره خودش فارسی نمایش میده. این هم برای جدول. حالا بر فرض مثال ما میخوایم یک باکس کد مطلب بخوایم نمایش بدیم. این به چه صورتی هستش؟ این حالا مثلا دوباره برای حل نرم افزار من مثلا تو این سوال 2 می‌نویسمش. این یک فایلی مورد نیاز هستش براش که من اینجا گذاشتمش داخل فایل ها و اینو در اختیارتون قرار میدم و این هم مطلب کد هست که این در واقع پکیجی هستش که باید استفاده بکنید. من اینو میذارم اینجا و از این در واقع لیستینگی که اینجا خودش گذاشته، والا چون که کدای مطلب همشون در واقع داخل زبان انگلیسی، من کلش همونجوری با لاتین میارم که اینو حالا مثلا بزنید کامپایل بگیره. یه غلطی املایی داره که باید درست بشه. این که اگر درست بنویسید خودش یک حالت گرافیکی بهش میده. میگه که اینجا خودش یک باکس ایجاد میکنه که داخل این باکس خودش شماره گذاری هم داره میکنه و باکس ترتمیزی هستش و خیلی خوبه و برای کدای مطلب میتونید از این باکس استفاده بکنید. یه سری چیزای دیگه هم هستش که من حالا بهتون نمایش بخوام بدم. مثلا یکی از این چیزایی که گذاشتم پیج بوردر هستش. شما بخواید یک بوردری، یک مرزی بین دور در واقع فایلی که دارید بخواید قرار بدید به عنوان حاشیه. اینجا خب اینجا حالا دو تا پکیج رو گفته باید نصب بکنید. حالا من همینجا میذارمشون و بعد یه تیکه کد داره که قبل از داکیومنت باید ایجادش کنیم. حالا من اینجا میتونم به کامنت بذارم که اینو جدا بکنم. اگر اینو کامپایل بگیریم میبینید که این رو خودش در واقع میندازه واسه ما. یه چیز دیگه هم که حالا به دردتون میخوره پیج مارجینز هستش که اینو به صورت کلی کپی میکنم و داخلش خودش یه سری تنظیمات گذاشته و شما حالا میتونید تنظیمات رو بر اساس خاصه خودتون چیزی که هستش عوضش بکنید. مثلا از هر طرف الان گذاشته 20 میلی متر. ولی کامپایل کنیم اینا احتمالاً بازتر میشن. میبینید که خیلی فضا بیشتر شد واسه ما. حالا این اندازش دست خودتون است، از هر طرف چقدر باشه بکنید. مثلا از بالا 30 میلی متر، از چپ و راست از همه طرف 30 میلی متر. خودش یکم اینو براتون جمع تر میکنه. این دیگه اندازش دست خودتون هستش. یک چیز دیگه هم که به دردتون میخوره هایپررف لینک ها هستن که من حالا اینا بهتون نمایش میدم چی هستش. من لینکاشو رو روی رنگ آبی تنظیم کردم. اینجا اگر شما از این دستور استفاده بکنید، لینک هایی که دارید داخل متنتون همه رو به صورت آبی بهتون نمایش میده. حالا لینک ها چی هستن؟
بذارید من استفاده بکنم. خب بعد از اینکه حالا بدون ارور کامپایل شد، اگر شما بیاید داخل، حالا احتمالاً به یک بار دیگه هم کامپایل نیاز داره که این لینک ها رو اعمال بکنه، میبینید که حالا با 2 بار کامپایل مثلا چیزایی که لینک دارن چیه، مثلا فهرست مطالب که احتمالاً توی کتابا اینا دیدید، مثلا سوال اول رو کلیک بکنید میاد وارد سوال اول میشه. یه جایی که شما در واقع رف دادید، مثلا شکل 1 کجاست، شکل 2 کجاست، یا معادلاتی که رف دادید، همه اینا رو آبی میکنه و این خب هم از نظر بصری هم از نظر کاربردی بهتر هستش برای شما و به شما کمک میکنه. فکر میکنم تا اینجا کار کافی باشه و بقیه چیزهایی که حالا نیاز دارید میتونید هم از طریق ایمیل از من بپرسید که داخل حالا یک فایل کمکی که بهتون میدم میذارم اون رو. حالا این فایل هم در اختیارتون قرار میدم که بتونید ازش استفاده بکنید. همین که یه عالمه انجمن هست توی اینترنت، هم فارسی هم انگلیسی، که میتونید سوالتون بپرسید و خیلی خوب راهنمایی کردن و میتونید ازشون کمک بگیرید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع بشه. در پناه حق.